لا اله، نیست هیچ کسی مستحق ای که عبادت شوه و اطاعت از شریعت شوه الا الله. یا رب عبدك ببابك. یگانگی الله در عبادت اولی دلیلش کلمه طیبه لا اله الا الله است. الله متعال در قرآن عظیم الشان مسلمانان را خطاب میکنه و برشان میگه که فعلم انه لا اله الا الله. ای مسلمان علم داشته باش، بفهم، درک بکن انه یقینا که لا اله نیست هیچ اله. اله چی را میگن عربا؟ اله عربها در زبان عربی وقتی که اله میگیم، اله در لغت به معنای معبود است و در اصطلاح شریعت اسلامی اله برای کسی گفته میشه که دو صفت اساسی داره. ذاتش عبادت میشه، شریعت امر و حکم از او اطاعت و تطبیق میشه. پس در این کلمه وقتی که میگیم لا اله، نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شود و شریعت و قانونش تطبیق شود. هیچ کسی، هیچ مخلوقی الا الله بغیر از ذات خالق یکتا که الله متعال. اینال در اینجا انسان مسلمان وقتی که میگه لا اله الا الله، اینجا علما میگن که تخصیص عبادت برای الله شد، خاص الله را عبادت میکنه و تخصیص تشریع که بر ما حلال، حرام، جایز، ناجایز و خوب و بد و حق و باطل که تعیین میکنه الله. اهل مسلمان میگه که نیست هیچ کسی. الله میگه که شما نفی کنین، بعد از او اثبات کنین. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول تو مسلمان باید به طاغوت کافر شوی. هر کسی که بغیر از الله اطاعت و عبادت شوه و او راضی باشه، این طاغوت گفته میشه. پس شما اول نفی بکنین و بگوین که لا اله، نیست هیچ کسی مستحق. نفی کنین، هیچ کسی مستحق نیست که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق. این کس، این مخلوق که مستحق نیست که عبادت شوه، شامل ملائکه هم میشه، شامل نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین هم میشه، شامل نباتات و جامدات همه از اینا میشه، شامل سیارات و کهکشان ها هم میشه. پس هیچ کدام از این مستحق از این نیستن که عبادت و اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. پس مسلمان به اساس کلمه لا اله الا الله هیچ عبادتی را بغیر از الله بغیر الله نمیکنه. خوب دقیق باشید، یکی الله هست، در مقابل الله غیر الله هست. در قرآن وقتی که الله ذکر میشه، در مقابلش غیر الله ذکر میشه. در غیر الله، الله مستحق عبادت است و غیر الله مستحق عبادت نیست. در غیر الله تمام مخلوقات شامل هستند. ملائکه هم مستحق عبادت نیستند، پیغمبرها هم مستحق عبادت نیستند، اولیاء الله هم مستحق عبادت نیستند، علما هم مستحق عبادت نیستند، حیوانات هم مستحق عبادت نیستند،
جمادات هم مستحق عبادت نیستن، بت‌ها هم مستحق عبادت نیستن، قبرها هم مستحق عبادت نیستن. از این خاطر انسان مسلمان وقتی که فهمید کلمه خدا که لا اله، نیست هیچ کسی مستحق ای که عبادت شوه و اطاعت از شریعت شوه الا الله، عبادت خدا خاص میگردانه برای الله. سوال دوم میشه که خب عالم ما عقیده پیدا کردیم، وظیفه شماست از علمایتان پرسان بکنید، از مشایخ پرسان بکنید که وقتی ما اقرار کردم که نیست هیچ کس مستحق از این که ذاتش عبادت شوه، آل عبادت برای من معرفی کو. عبادت چی هست که من او را بغیر از الله به کسی دیگه نکنم؟ مشکل در اینجا پیدا میشه که بسیاری کسا اقسام عبادت نمیفهمند. کلمه میخوانند، در زبان میگه که نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شوه الا الله، بغیر از الله. باز وقتی که بخش عملی زندگیش میه بسیاری از عبادت ها را در مقابل مخلوق انجام میده. نظر عبادت نیست. 14 قسم نظر برای مخلوق در افغانستان است. 14 قسم نظر. یک روز یک کسی در مسیج برای من نوشته کرده بود نظرهایی که در افغانستان است. من آمایش نمیگیرم، خودتان خوبتر میفهمید. امی کسایی که 14 قسم نظر به نام مخلوق میگیرن آیا میفهمن که نظر عبادت است؟ الله میگه ولیوفوا نذورهم، به نظرهای خود وفا بکنن. کدام نظر؟ نظر که به نام الله گرفته میشه و عبادت. حالی که این نظر به غیر الله گرفته شد عبادت غیر الله شد. از این خاطر اینی میپرسن آیا ذبح حیوان عبادت است نیست؟ آیا ذبح پرنده عبادت است نیست؟ وقتی در حدیث میخوانیم که یک دو نفر در یک قریه داخل میشدن، سابق وقتی که قریه ها را کرکز قریه در یک منطقه داخل میشد و یک قسم سور میگفتن دم قریه خود یا دم مملکت خود، دم جایی که یک حاکم بود با 4 طرف از یک دیوال میکرد، باز یک دروازه میداشت. وقتی که در دروازه داخل میشدی باز تو را پرسان میکرد که کجا میری؟ فلانی جای میرم. عسکراش از پیشت پرسان میکرد. 2 نفر مسلمان در یک قریه داخل میشه. در حدیث شریف میگه که وقتی که یا داخل میشن کجا میرین صاحب؟ میگه صاحب میخوایم دمی شهر بریم برای کار یا تجارت یا ضرورت. میگه اینجا در قریه که داخل میشیم ما قانون داریم. چی قانون داریم؟ در دان دروازه یک دانه بت مانده، منطقی بت پرستاست. شما با این بت باید یک حیوان ذبح کنید. این 2 تا برادرها یکیش میگه من خود ذبح نمیکنم، اول برش بانه جور میکنم، میگه ما والا پیسه نداریم، حالا بریم شتر بخریم باز بریم اینجا ذبح کنیم. میگه خیر از شتر ندارین بریم یک گوسفند بخرین بریم. میگه پیسه گوسفند هم نداریم. میگه هدفی است که باید یک چیز رو ذبح بکنی باز اجازه برات اجازه داده میشه. میگه نداریم پیسه کالا بخریم. برو یک سگ گیر کو، سگ دیدو بیار زیر پای بت ذبحش کو. مقصد همی خونش بریزم کمی عبادت ازی شوه. یا میرن پس میگه صاحب سگ نیافتیم. آخر میگه برو یک دانه پشر یک تا مگس پیدا کنی کلش قطع کن، فقط که همی خون شوه. یک برادرش همی کارا نمیکنه، ایره میزنه میگه بزن گردنه زیره، این به دین ما تسلیم نیست. این دیگهش میگه برو خاله یگان تاست نه؟ یگان تاست مفتی مفت است نه؟ از دل خود هر گپه میزنه. یک سوال که میشه در یگان مجلس تا که تو جواب بگی 20 نفر وقت جواب گفته و جواب هر 20ش غلط است. یکیش خودم مفتی جور میکنه، میگه حالا اگه گوه میکشتم خود مشرک بودم، اگر گوسفند پیش بود میکشتم مشرک بودم، اگر مرغ میکشتم مشرک بودم. دیگه حالی پشه و مگز دیگه چی داره؟ این خیلی یک کسی است. این رسول الله صلی الله علیه و میگه که به خاطر کشتن قطع کردن کلی پشه یا مگس در مقابل بت این نفر در دوزخ میره. تقدیم عبادت به چی شد؟ به غیر الله شد. از این خاطر علمای اسلام در باب عقیده
ما و شما یک مشکل داریم که ما از منبر و محراب کل چیز میشنویم بغیر از عقیده. در یک مسجد برو حقوق بشر گپ میزنه، در یک مسجد برو از حقوق زن گپ میزنه، در یک مسجد برو از حقوق حیوان گپ میزنه، در یک مسجد برو از حقوق انسان گپ میزنه، در یک مسجد برو از خیرات گپ میزنه، در یک مسجد جنجال از سر اسقاط. اما سر توحید الله که روز جمعه مسلمان ها باید وحدانیت الله را درک بکنن. کلگی خود مدرسه خوانده نمیتونه، کلگی خود درس خوانده نمیتونه، اما دکاندار و نجار و گلکار، دین خود تنها بر مدرسه ای نیست، دین خود تنها در مدارس نیست، دین خود تنها در مکتب نیست، دین خود تنها بر ماستر و دکتر نیست، دین خود بر نجار و گلکار و آهنگر و دکاندار و ریش سفید و متقاعد و برای کلگی هست. پس دین، اساس دین که الفقه الاکبر است. شما سعی کنین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فقه دو قسم تقسیم کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من یرید الله به خیرا، من هر کسی که یرید الله به خیرا، الله بر از او خیر اراده کرده باشه، یفقهه فی الدین، او را فقیه میسازه در چی؟ در دین. و امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که الفقه الاکبر عقیدت توحید. یکی فقه اکبر است، یکی فقه اصغر است. فقه اکبر عقیده هست، وحدانیت الله را بشناس، الله را در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در عبادتش و در اطاعتش بشناسی تا در شرک در ذات الله مبتلا نشی، شرک در افعال الله مبتلا نشی، شرک در صفات الله مبتلا نشی، شرک در عبادت الله. 5 قسم شرک است که مردم مبتلا نشی. فقه اصغر کدام یکی است؟ فقه اصغر پایانتر از عقیده، اصول دین عقیده است و چیز دیگه که مربوط نماز میشه و روزه میشه و حج میشه و زکات میشه، کل از اینا فقه چی هستن؟ اصغر هستن. من یرید الله به خیرا، یعنی امام چی میگه؟ امام این قسم تفسیر میکنه که من یرید الله به خیرا، هر کسی را که الله بر از او خیر بخواهد، که الله برای کلگی خیر میخواهد. برای نجارم خیر میخواهد، برای گلکارم خیر میخواهد، برای دکاندارم خیر میخواهد. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، فی الفقه الاکبر. در یک مملکت یک مفتی کافی هست، در یک مملکت یک مفتی بس است. در یک قریه 4 نفر فقه را یاد داشته باشه که برای مردم فرایض و واجبات و سنت ها و مستحبات نماز بگوین، همین 4 نفر فقیه در 4 مسجد باشه کفایت میکنه. اما در فقه اکبر هیچ کسی از هیچ کسی کافی نیست. در عقیده باید کلگی توحید الله را باید کلگی درک بکنه. الله متعال وقتی که در قرآن میگه فعلم انه لا اله الا الله، او دکاندار، او نجار، او گلکار، او قبرکن، او خرده فروش، او چای فروش، او بایسیکل ساز، او دکتر، او انجینیر، او فقیه که تو مذاهب 4 را در فقه میفهمی، فعلم انه لا اله الا الله. وغيث رحمتك هطال وقد أتاك بعذر